میخواستم ازتون بپرسم که شما ترجیح میدید 1 میلیارد پول بگیرید داخل ایران زندگی کنید یا اینکه پاسپورت کانادا رو بهتون بدن همین فردا پرواز بگیرید برید کانادا زندگی کنید؟ همین فردا پاسپورت بگیرم برم کانادا. دوست دارم همین فردا مهاجرت کنم. دلیلش میشه بپرسم؟ دلیلش که اینجا جای موندن نیست، که واقعا جای موندن نیست. اونجا پیشرفتم بهتره، موفقیتم بیشتر. با 1 میلیارد چیکار میتونم بکنم الان؟ 1 میلیارد دیگه الان پولی نیست. نه امنیت شغلی داریم، نه امنیت روحی داریم. هر روز یه اتفاقی میفته، کار نیست، همه چی گرونی. طرف میخواد پول جمع کنه، یه پسندازی کنه، یه خونه‌ای بگیره، یه کاری بکنه، فرداش میخوره به تورم. برای چی آدم بمونه؟ مهمترین چیزی هم که اونجا میتونم داشته باشم اینه که آرامش دارم. اینجا ندارم. دیدی بعضیا میگن که پول داشته باشی اینجا بهترین زندگی میکنی، پول داشته باشی آدم دردی نداره. یه تبصره و تکمله داره که نمیگن پول داشته باشی و گاو باشی. ببین ما که بنامون این نبود که بهتر بپوشیم، بیشتر بخوریم، گشادتر بخوابیم، که ما دنبال این بودیم که این مملکت و این زندگی رو، این شهر رو، این کشور رو، این جهان رو جای بهتری بکنیم برای زندگی همه.